با عرض سلام خدمت همراهان خوب پیج برق فیروزصنعت. امروز روش تنظیم کردن ترموستات STC 100A رو میخوام بهتون توضیح بدم. این نمونه ترموستات حالت سرمایشی و گرمایشی داره و الان ما از حالت سرمایشی برای یخچال شیر استفاده کردیم یا اون شیر سرد کن. خب حالا ما میخوایم تنظیم بکنیم دمای ترموستاتمون رو که به 6 درجه که بالای صفر که رسید دستگاه خاموش بشه، بعد 3 درجه اختلاف دما داشته باشه، یعنی 6 که آف کرد، وقتی دما روی 9 رسید باز یخچال روشن شد. کلید ست و آن رو آپ رو میزنیم. خب الان عدد 5 رو میکنیمش 6. چند ثانیه کم رو عدد 6 بذاریم بمونه، بعد از گذشت 4 ثانیه خودش داخل دستگاه سیو میشه. الان داخل دستگاه سیو شد و دمای ما الان بیرون 6 درجه هست و همچنان یخچال هنوز روشنه چون ما خروجی رله رو داریم. حالا اینجا متاسفانه یخی که ما گذاشتیم یخ مقداری ضعیف شده و مجبوریم دمامون رو بیاریم بالاتر، میاریمش روی خود عدد 7. ما روی 8 تنظیم میکنیم به خاطر که یخمون ضعیف شده. بعد گذشت چند ثانیه خود عدد 8 سیو میشه داخل دستگاه. خب الان دما سنسور رو آب سرد گذاشتیم، روی یخ هست، شد 7، خروجی خاموش شد. الان ما سنسور رو بیرون میاریم، دما شد 8، الان شروع میکنه به گرم شدن. روی 11 که برسه باید خروجی ترموستات وصل شه و برق بره روی کمپرسور یخچال. الان 10 هست، 11 که شد روشن شد، خروجی ترموستات وصل شد. حالا ما مجددا باز سنسور رو داخل یخ که بذاریم باید بیاد روی 8 خاموش بشه. الان شد 11، 10، 9، متاسفانه یخ ضعیف شده، اون سرمایه که باید داشته باشه دیگه نداره که یه شماره بیاد پایین. اگر یه شماره بیاد پایین که بشه 8 اینجا ترموستات آف میکنه، باز مجددا به 11 که رسید روشن میشه.